شیشه رفت بام. آه قبرستونه؟ تا اینجا که اومدیم رو قبر مردم وای نستن. مارمولک اومدن؟ بزرگ شده. چیکار کنیم؟ ارتباط های این چه ارتباطی حالیشونه الان؟ جدی میخوای سلام کنی بهشون؟ داشت من عقب وای میستم اگر ارمیه من نگاه کن دارم محاصره میکنم داداش. باش نیفتیم به گاه نریم. چه خبره؟ اوه باریکلا باریکلا. چاقوت کو؟ باش من از این جلوتر نمیدم بدون چاقو. شما کوچولو رو دادی؟ کوچولو رو آوردم. بزرگ نیاز نبود. نیوردی واقعا؟ بزرگه ایشالله. خب در شوریه هیچی نی. نریزه یهو میگم. اولین آخرین ویدیو یوتیوب هم میشه. بریم پایین. شیشه رفته پام به خدا. در بیاری؟ در که میتونم بیارم ولی نه. آخ خیلی بده. در آوردم ولی این بود تو پاش. چه احساسی داری از اینکه پات خوبه؟ مطمئنی؟ ببین براتون چی کار داریم میکنیم؟ الان باید یه واکسن چیزی بزن. خرابه میاین امکان اینکه شیشه تو پاتون بره، ریخت تو پاتون بره. سعی کنید کمک‌های اولیه همراهتون باشه. من تو کیفم حداقل چیزها رو دارم. چیزی آوردی واقعا؟ آره. چی آوردی؟ چیز خاصی نیست، یه سری باند و پماد و قرص. جدی میگی؟ آره. تو خیلی خفنی. همیشه همراهم هست. حالا ممکنه یه اتفاقی پیش بیاد برای امر. آقا من تو رو واسه همیشه میخوام. خودم هم تلفات دادم. علمی تتو تو ببینم. اصلا یادم رفت بگم. چیز خاصی نیست. خب این چیز خاصی نیست؟ اینم که حالا بعدا ویدیوهاش به دستتون میرسه که قراره چه پلن‌هایی داریم. چند وقتی این برنامه ممکنه زمان ببره ولی بهتون قول میدم توی دنیا تکه، نه فقط تو ایران. اول ساری، بعد مازندران، بعد ایران. دیگه عشق. این بیرونش لاستافاسه، خب داخلش واکینگ دده. CD bu مرده میاد. بدجور.
میخواستم بدونم که حالا چی شد که اینقدر این قضیه واسط باب شد که تصمیم گرفتی روش ویدیو درست کنی. ببین من خب گیمش به کنار، من سریالشو که دیدم دوباره ترغیب شدم موزیک رو گوش کنم بیشتر. موزیک خیلی خفنی داره. من هر وقت یه ویدیویی میخوام بسازم، یه محتوایی میاد تو ذهنم، یه ایده میاد تو ذهنم، همیشه
بیشترش با موزیک گوش کردن میاد. من یه موزیک گوش میکنم بیشتر با موزیک من ویدیو بیشتر میسازم. خب من این موزیک رو گرفتم و خب فیلمشو دیدم، فصل اول تمام کردم، موزیکشو زیاد گوش میکردم، تو پیش خیابون میگشتم، دیدیم که ساری خیلی لطافه. بعد یه قسمتشو درست کردم، خیلی مثل بمب ترکید، خیلی مردم دوست داشتن، مردم ساری مخصوصا 1,400,000 ویو گرفته بود. خب دیدم مردم دوست دارن. بعد کامنتایی که میذاشتن خیلی جالب بود برام. گفتم میخوام خود باز دور بیشتر این کارو بکنم. 2 و 3 شو درست کردم. 2 رو درست کردم، نزدیک 400-500 تا گرفت. 3 دیگه خیلی اومد پایین، زیر 100 بود. بعد گفتم شاید مردم دلشون میخواد بیشتر از این اینستاگرام ببینن. که امروز اومدیم و داریم برای یوتیوبش میگیم. بله. واقعا پتانسیلشو داره ساری. ما یه شهری داریم که به ظاهر یعنی مثلا داخل یه سری خیابون‌های اصلی داریم مثل فرهنگ قارن و این داستانا، تازه فقط بخش اصلی‌هاشون کوچه از کوچه‌هاشون کاری ندارم، فقط تو بخش اصلی‌هاشون باشه. آره خیلی شهر بروز و خیلی قشنگه، ولی واقعا با کل لستافاس من تو کوچه بس کوچه فرهنگ دارم میگیرم. همون دیگه میگم نصف این ویدیوها کوچه از کوچه فرهنگ قارن، یعنی بری تو یه کوچه از در و دیوار داره مثلا میریزه. این خیلی عجیب غریب بود. مثلا یه سری جاهایی ما پیدا می‌کردیم فقط با راه رفتن داخل مثلا کوچه از کوچه‌های قارن فرهنگ، تو کوچه راه میرفتی یه شات از فیلم لستافاس رو کامل می‌کردیم. بس دیگه به نگاه داره که دیگه اون نگاه چجوری باشه. این نگاه مفید داشته باشیم نسبت به کوچه بس کوچه‌اش. بعد بعضی درباره کلیکرهای مازندرانی صحبت میکنه. خب کلیکرهای مازندرانی چیه؟ کلیکرهای مازندرانی که مثلا یارو میگفتش که قائمشهر کلیکر داشته باشه بدبختی. میگه چرا؟ میگه یهو میبینی گوشا شکسته، میگه تو هر کاری بکنی کارتو میگه میری سمتش هر چی تیر میزنی چی نمیشه، اینطور بلند میکنی میذاره از این دیگه برات میکنه. قائمشهر پرشم بالا. کامنت ها خداست. یه روز بعد اصلا بشینیم واسه کامنت ها ویدیو درست کنیم. اینقدر کامنت های باحال میذارن مردم. در آخر اینکه خیلی از مردم تشکر میکنم، ترکوندیم واقعا، ممنون از حمایتتون. خب نمیدونم این ویدیویی که امروز گرفتیم چه جوریه. اگر دوست داشتین خب میریم برای پارت 2. دمتون گرم. بعد امیدوارم دوست داشته باشین. بوق میذارم. شاید اینقدر قدس داشته باشه، واقعا گرمیه. وسط آسیا چقدر هوا کی میشه خرس ببینیم؟ فیلم جذاب‌تر میشه. فیلم خیلی جذاب‌تر میشه، ولی خب شاید این اولین آخرین ویدیو یوتیوب میشه. نه اصلا آپلود هم نمیشه خلاص بگم. مارنیات. خب اگه پاتو محکم بکوبی زمین که حمله نکنی درسته؟ فکر نمی‌کنم. چی شد؟ داشت یه خورده تنگش کن. رادمان بسته گوشادی نیست. من یه دقیقه من نگاه کن. یه دقیقه من نگاه کن. خب بسته گوشادی نیست. نه اون ماری که تو اونجا دیدی اول تو اول من برم. من از پشت فیلم بگیرم. تک دست چرا؟ استراحت مازندرانی تو لستافاس بخوای حفظ کنی؟ داشت من پول به مدل الکی نمیدم که. به مدل الکی نمیدی؟ آره دیگه. آخه یک نفر بیمونه داشت مازندران داشت از مار که نمیترسیم که. ما رو از نختندون استفاده میکنیم برادر من. چرا؟ پاره شدم. کجا ویدیو قبلی رو میگرفتیم؟ ویدیو قبلی رو اون پایین. اون کاجلر دیگه اونجا اسم میگه؟ آره. ببین من مور. ببین یه ایده دارم. خب
غلط بخوریم این پایین. سری دقیقه نکنم. چقدر من این کار نمیکنم. حال میده این کارو کنیم. چطوری؟ عالی. رادمان خیلی با این ماسک حال کرد. صورتت ببینم؟ درست کلم مونده از جا؟ نه درست. میندازی. اصلا رو برداریم. آره. واقعا روز طولانی بود. واقعا روز طولانی بود. باورم نمیشه همه رو تو یه روز گرفتیم. آوردش اینا؟ آره. از کجا گرفتیم تفنگار؟ تفنگار کامل از رادمان گرفتیم. تجهیزاتو کوچیک هم هست. این و اون یکی مشکیه. یعنی تفنگای اسباب بازی بچگی من بودن. این اسباب بازی بودن؟ آره. خب این واقعا من باش آدم می‌کشتم. آره مثلا آدم می‌کشتم می‌خوام بگم. واقعا خسارت می‌دم ساچمایی که داشت فلزی بوده. این نه اون یکیه واقعا همراهش ساچمای فلزی میومدن و به این هم می‌خورد همون ساچمای فلزی داشتی برای این بودن. خب حالت فلزی تو واقعا مثلا با اون مشکیه مثلا یه بار یادمه که شلیک کرده بودم بعد همین آفرین آوردی شیشه یک از همسایه‌ها شکونده بودم. واقعا اصلا بازی نیست خودش شاهده. نه واقعا خیلی یعنی مثلا اگه به کسی میزدم یارو واقعا سیاه میشد کبود میشد. خیلی بد بود. ماسکو تو آورده بودی؟ ماسک تو فیلم نیاوردم. ماسکو آویزون کردیم آره ولی رو صورتت بود نگرفته. یه صحنه خب واقعا واسه فیلم بگیرم ماسکو رو صورتم مثلا خودشی واقعا اکسیژن نداشتی. من نگرانت بودم. فیلترش خراب بود. هم نگران بودم هم میخندیدم. آره بعد من خیلی جدی صحنه ها رو ضبط میکردم. محمد رضا مثل چی داشت من میخندید یک سره. من چون هرس تو خواهم چون واقعا داشتم سعی میکردم درست اکت کنم به قولی و هر چی میشد اینا میکردم. آره شما میخندید ماسکو تاش برام گفتم چیه محمد رضا یه حاله مشکی دور صورت هم بوده که صورت هم مثلا تو پرانتز گذاشته باشه. خیلی عجیب بود. واقعا عجیب. سریع بریم سر اصل مطلب. نظر درباره لاست آف اس چیه؟ گیمش و سریالش. بذار پیش بینی کنم. با گیم لاست آف اس شناختی؟ من اصلا لاست آف اس یکی از اولین گیم هایی بود که من رو PS4 بازی کردم. خب پس قراره چیزای خوبی درباره سریال نشدم. هم نظر همه قابل احترام. لاست آف اس دوره‌ای که بازی کردم مسلماً سنم از الان پایین‌تر بود و خب انتظارات خیلی بالایی از گیم نداشتم و تو اون دوره یک گیمی رو بازی کردم که خیلی آره اصلا یه عجیبی بود واسه ندیده بودم این همچین اینتراکشن های داخل بازی رو تا زندگیم ندیده بودم. همین هم اون حسی که اون دوران بهم داد یعنی اون نوستالژی تو من باقی مونده و جدا از اون من به طور کلی بخوام رنگ کنم میگم اول میگم گیم قسمت اول پارت 1 بعد میگم سیزن 1 سریال بعد میگم گیم قسمت دوم و سیزن 2 سریال هم که اصلا من سمتش خیلی نمیرم. آره نمیخوام صحبت. الی داخل گیم وقتی اون اتفاقات رخ میدن اتفاقات جول منظورته؟ بله اتفاقات جول رخ میدن یه آدمیه که تماماً تو فکر اون
میدونی انتقام گرفتن است، به دنبال اینه که بره ابی رو پیدا کنه و حالت افسردگی طور داره و حتی شوخی ها و جوک هایی هم که داخل مسیر داستان مثلا میکنه و این داستان ها خیلی خشکه. حالا میگم چون حالش واقعا بده. خب یه سریال اینجوریه که من یک زندگی خیلی خوبه میخوام با دوست دخترم شروع کنم، دمت گرم، ولی خب اصلا موضوع سریال این نیست. خیلی شاده. آره خیلی عجیبه واسه اونقدر حس انتقام و این داستانا رو نداره. آره کلا اون به نظرم این نقش نباید به این آدم میرسید، یا اگر هم میرسید باید حداقل درست‌تر ایفاش میکرد. این خیلی یا از طرف تامی. خب تامی سریال اینجوری بود که وقتی ما اتفاقات رخ داد اینجوری بود که من زن و بچه دارم بچه دارم، با شهر صحبت کنیم. آره بریم با تمام شهر صحبت کنیم، من قضیه رو در جریان بذارم. تامی گیم وقتی که فهمید چه اتفاق افتاده میدونی اینجوری بود که تو چاقوشو تو ابی فرو میکرد در حالی که دیدم داشت تمامی افراد مختلف رفت دهن همه رو زد. میدونید رادوان داداش داریم ویدیو میگیریم. آره خیلی از مردم تشکر میکنم، ترکوندیم واقعا. ممنون از حمایتتون، دمتون گرم. بعد امیدوارم دوست داشته باشین. تو حرفی هست؟ به خانواده احترام بذاریم. خانواده احترام بریم.